ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه مسلم، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، خدمت همه شما کسانی که شب در قیام هستید و روز در صیام، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت، ماه خلاصی از آتش جهنم. این ماه است که الله سبحانه و تعالی در این ماه خیر کثیر و فضل عظیم الله سبحانه و تعالی هست برای بندگانش، خصوصا و بالاخص دهه اخیر ماه مبارک رمضان، عشره اخیر ماه مبارک رمضان، 10 روز و یا 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان فضائل خاص داره. فکر نکن که همه رمضان مساوی است. از ابتدای رمضان تا انتهای رمضان همه خیر هست، همه خوبی است، اما در بین شبهای رمضان یک شب بهتر از 1000 ماست. در بین این 30 شب یا 30 روز ماه مبارک رمضان، 10 روز اخیر از خود جایگاه و مقام و فضائل خاص داره. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حالشان چنین بود: اذا دخل العشر، یعنی عشر الاخیر من رمضان، وقتی که داخل میشد دهه اخیر ماه مبارک رمضان، چه کار میکردن؟ شد مئزره، کمر را محکم میبستن. یعنی از مسائل که مرتبط به جماع و اینها میشد در دهه اخیر شد مئزر میشد، کمر محکم بسته میشد. از یک طرف به اصطلاح یا به این معنا اون ازار محکم میشد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیگه به طرف ازواج مطهرات نزدیک نمی شدن. از یک طرف دیگه معنا اینه که کمر را محکم میبستن به عبادت الله سبحانه و تعالی. در روایت دیگر ام المؤمنین میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اذا كان رمضان قام و نام، وقتی رمضان می آمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب زنده‌داری میکردن و میخوابیدن. فاذا دخل للعشر شد المئزر واجتنب النساء، از زنها دوری میکردن. حتی در روایت دیگه میاره ام المؤمنین میفرمایند که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان لحظات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان به عبادت الله سبحانه و تعالی مصروف بودن و مشغول بودن
که ما احساس میکردیم گویا از ما بیگانه شدن. تمام توجهشان به طرف الله سبحانه و تعالی میشد. در این حدیث ام المؤمنین عایشه میفرمایند اذا دخل العشر شد مئزری و احیا لیل. شب زنده‌داری میکردن شبهای اخیر ماه مبارک رمضان. و ایقظ اهل، بیدار میکردن اهل خود را. خیلی مهمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با او عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی گناهانش را، خطاهایش را، لغزشهایش را بخشیده. پیامبری که معصوم هست در دهه اخیر ماه مبارک رمضان چنان به عبادت می پرداختن، چنان به عبادت می پرداختن و چنان شب زنده‌داری داشتن که ام المؤمنین عایشه می فرماید که ما احساس می کردیم که ما را فراموش کردن و احساس می کردیم که از ما بیگانه شدن. آیا امروز من و توی مسلمان با این گناهانی که بین انسان و ربش هست، خود انسان میدانه که چقدر گناه کرده، با این گناهانی که چشم با نوع گناه کرده، دست با نوع گناه کرده، زبان با نوع گناه کرده، گوش با نوع گناه کرده، پا با نوع گناه کرده، با این پشتارهایی از گناه و معصیت که من و تو نیاز داریم که در این شبهای مبارک دست بلند کنیم و از الله بخواهیم و این گناهان را بتکانیم. آیا لحظه فکر کردیم که نباید این شبها به آسانی و به غفلت از دست ما سپری بشه؟ در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین روایت میکنن و میفرمایند كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. او تلاش که پیامبر، او عبادت که پیامبر در دهه اخیر انجام میدادن و او تلاش میکردن، در غیر دهه اخیر ما او تلاش نمیدیدیم، او شب زنده‌داری نمیدیدیم. یعنی عبادت رسول صلی الله علیه و سلم همیشه زیاد بود، اما در دهه اخیر ماه مبارک رمضان، در عشره اخیر ماه مبارک رمضان، ام المؤمنین میفرماید یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیرها. لا اله الا الله. پیامبری که با او عظمت و بزرگی از این لحظه به لحظه و ساعت و ثانیه ماه مبارک رمضان، خصوصا عشره اخیر رمضان، چنین استفاده میکردن. اما امروز متاسفانه که خیلی از مسلمان ها را میبینیم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان فکرشان، هم و غمشان در بازار و در کوچه و در این دوکان و آن دوکان به خاطر خرید عید و بالاخره مصروف اشیایی که آنها در مقابل او فضل عظیم و بزرگ رمضان اونها همه ناچیز هست. پس باید از این فرصت عظیم و بزرگ درست و صحیح استفاده شود. حدیثی که روایت شد، ام المؤمنین عایشه میفرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل رمضان قام و نام. شب زنده‌داری داشتن، شب بیدار بودن، حصه از شب و حصهش میخوابیدن. اما وقتی که دهه اخیر داخل میشد، ازاربند محکم میشد و از زنها دور میشدن. و اغتسل بین الاذانین، غسل میکردن بین مغرب و عشاء. یه غسل به خاطر نشاط، تا اینکه با نشاط
شب زنده‌داری داشته باشن، عبادت الله سبحانه و تعالی را داشته باشن. و جعل العشاء سحورا، و همچنین عشا را تأخیر میکردن تا به سحر و به اینها. پس دهه اخیر ماه مبارک رمضان چنان فضائلش زیاده که ما در خیلی از برنامه ها این احادیث رو خواندیم: من قام رمضان، من قام لیلة القدر، من صام رمضان. این سه حدیث در دهه اخیر ماه مبارک رمضان انسان میتونه که جمع کنه و به این سه حدیث در دهه اخیر ماه مبارک رمضان عمل کنه تا اینکه از این فضائل مستفید بشه. چگونه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا. کسی که روزه بگیره، روزه ماه مبارک رمضان، در دهه اخیر طبعا انسان روزه داره. در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب زنده‌داری داشته باشه، بدون شک در دهه اخیر انسان شب زنده‌داری داره. خب شاید در ابتدای رمضان به این دو حدیث خب شخص عمل میکرد، اما حدیث سوم من قام لیلة القدر، کسی که شب زنده‌داری کنه شب قدر را ایمانا و احتسابا. بسیاری از روایات میاره که شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان، از شب 21 در شبهای تاق، شب 23، شب 25، شب 27، شب 29، در این شبها شب قدر را جستجو کن. پس کسی که در دهه اخیر التزام بیشتر به عبادت الله سبحانه و تعالی داره، روزه گرفته، شب زنده‌داری داره و شب قدر را جستجو کرده و شب زنده‌داری، بدون شک چی می شود؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الله سبحانه و تعالی تمام گناهانش را می بخشه و می آمرزه. و همچنین در قسمت این جزء حدیث که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان شب زنده‌داری داشتن و اولادهای خود را، خانواده خود را، اهل خود را بیدار می کردن به عبادت الله سبحانه و تعالی. آیا تا به حال این سنت در زندگی ما آمده که ما وقتی به تهجد بیدار بشیم همسر خود را بیدار کنیم، فرزندان خود را بیدار کنیم، در کنار همدیگر به عبادت الله سبحانه و تعالی بپردازیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر چنین میکردن. فرزندان، اهل خود را، خانواده خود را، اینها را صدا میکردن به نماز، به تهجد، به تلاوت، به عبادت الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی مسئولیت عظیم و بزرگی از اولادها و از خانواده به دوش ما گذاشته. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه ما مسئولیت داریم در قبال زن و فرزند، در قبال خانواده. کارهای خیر وقتی داشته باشیم فرزندان ما میبینن، سخن نیکو بگیم فرزندان ما میبینن، اعمال شایسته انجام بدیم فرزندان ما میبینن. فرزندان ما با همان رشد میکنن. فرزندان ما کردار ما، گفتار ما و اعمال ما را مشاهده میکنن. پس وقتی که در دهه اخیر بیدار میشوید به عبادت الله سبحانه و تعالی، اهل و خانواده را بیدار کنید تا اینکه اونها هم راز و نیاز داشته باشند با پروردگار خیش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افضل الاعمال در 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان بیان کردن.
بهترین اعمال، با فضیلت ترین اعمال چی وقت است؟ دهه اخیر ماه مبارک رمضان. و در دهه اخیر ماه مبارک رمضان بهترین عبادت چیست؟ صلات هست. نماز بخوان، دعا کن، الدعا هو العباده. تلاوت قرآن با تدبر و با تفکر داشته باش. خلاصه فکر بکن که 11 ماه اگر به غفلت سپری شد در رمضان باید جبران بشه. اگر از ابتدای رمضان تا در دهه اخیر تا شب 21 یا 20 ماه مبارک رمضان متوجه شو که اگر درست استفاده نکردی به این 10 روز جبران داشته باش. الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان و دهه اخیر ماه مبارک رمضان را برای ما بزرگترین نعمت است که آورده. فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و سلسله الشیاطین. دروازه های بهشت باز هست، دروازه های جهنم مسدود هست. شیاطین به زنجیر کشیده شده. حالا آستین همت را بلند بزن و تلاش بکن تا اینکه جبران گذشته شود. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که دهه اخیر ماه مبارک رمضان، که در این دهه اخیر ماه مبارک رمضان خیرهای عظیم و بزرگ نهفته هست. از آن جمله اعتکاف هست که در برنامه گذشته پیرامون اعتکاف صحبت کردیم. شب قدر هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. شب قدر را جستجو کن در شبهای طاق ماه مبارک رمضان. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه از ساعت و ثانیه عمر خود درست و صحیح استفاده کنیم، خصوصا از ماه مبارک رمضان و بالاخص از 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان. الله سبحانه و تعالی توفیق بدهد تا اینکه همیشه به عبادت الله باشیم. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان